راهین پروداکشن. من میدانم خدا ایما یگانه، استقلال و حاصلانش بگانه. افتخار میکنیم با وطن خویش، تاجیکانی روی دنیا میدانه. من میدانم خدا ایما یگانه، استقلال و حاصلانش بگانه. افتخار میکنه با وطن خویش، تاجیکانی روی دنیا میدانه. مبارک 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 جشن نوروزی مبارک. من میخوانم سرودی عاشقانه با وصف تاجیکی سالای خانه. در این باغی سرودم را عزیزان، بروی پیر و برنامه کشایم. من میخوانم سرودی عاشقانه با وصف تاجیکی سالای خانه. در این باغی سرودم را عزیزان، بروی پیر و برنامه کشایم. مبارک 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 جشن نوروزی مبارک. راهین پروداکشن. راهین پروداکشن سال 2011 بود یکم کورس بودیم. سال 2011 قرضگی به خاطر برادر میزنه. این برادر در فرخور زندگی میکنه. ای فرخور میاد در دوشنبه خلاصه داخل میشه یکم کورس یک حجره میگیره، یعنی که کوارتیر میگن خمانکو. خلاصه اجاره میشینه $100 هر ماه میتیه اجاره میشینه. خلاصه یک ماه میگذره، یک ماه پس صاحب خانه رو میبینه، میگه برادر تو عقل فراست داری یا نداری؟ میگه برای چی؟ او میگه خونت مرا اجاره دادی ها؟ $100 هر ماه میگیری؟ میگه ها میگیرم مکا. میگه چی با نگفتی که خانه ما حاجت خانه نداره؟ میگه ای برادر سکسر حاجت خانهش در درونش هیچ خیلی نداره. میگه آخه من خود یک کوهستان اومدم اکیجو میدونم، آخه بیا بریم برای نشون بده. میگه برادر اینا بالکن، اینا کوخنی، اینا بانیا، اینا حاجت خانه. راهین پروداکشن میتازه میبینه، میگه همین حاجت خانه. میگه ها نمی حاجت خانه. میگه کما یک ماشین چشمه گفته اوه خریستم. راهین پروداکشن. هی اکن مجنون دیگه چی خیلی کار و بار زندگی زن فرزند کودکک جمع چی ما چی قخونیگانو هست که وقت همش مایلا او کارو چی شید؟ اون کورا اون خانم بود کو؟ اما دخترم میگی اون زن زدم. هی اکن آخه خیلی خطیش گوزم نشید میدونی چی اکن؟ خب فقط زیادش که خطی زنگ میزن اکن یا فهم وای فرمان نکن زیادش که همه سال جوانو نه، سال دخترها خانوما اما طرف میخرند خودت خبر نمیشی. درست یا نه؟ نه زمان اکن نشید آخه مخواه نشید شروع بود یا بزیم اکه ویدیو خطی زنگ نزا بودم پراموی چی خیلی هر بار این درو محکم نبند نرو تو دیل داد اینا بیا کسی دیگه زنگ دیسه ویدیو خطی چشمای ترو نکن. سلام چی خیلی شما ساز؟ سواز رحمه شما چی خیلی؟ میشه و رحمت شما ساز؟ نامتون چیه دخترکی خشرو؟ نامی ما سفینه. سفینه؟ خب بزیم بز موافقی نمی مای برادر یه بار دیگه پرس با اون توره یا نه؟ ببخشید دخترک خشرو نامتونه چی گفته؟ سفینه. نامی ما نامی ای؟ نه نامی شما نه نامی ای. نه مرا بگم نامی ما یکم شابکه چی؟ رفتی از برم عزیزی من غصه بخوردم دلی زاری خودم به دستی درد و غم سپردم بیرفتی از برم عزیزی من غصه بخوردم دلی زاری خودم به دستی درد و غم سپردم
از بد دادم و خیر که من یاره ندارم برا حتی ابد در زندگی من انتظارم بیرفتی از برم عزیزی من غصه بخوردم دلی زاری خودم به دستی درد و غم سپردم کشیدم درد دوری و عذابت عزیزم میخواهم هر شب بینم بخوابت عزیزم میسوختم آنچنان در آتش عشق و محبت بگو کی بشنوم آخر جوابت عزیزم میسوختم آنچنان در آتش عشق و محبت بگو کی بشنوم آخر جوابت عزیزم بیر از بد دادم و خیر که من یاره ندارم برا حتی ابد در زندگی من انتظارم بیرفتی از برم عزیزی من غصه بخوردم دلی زاری خودم به دستی درد و غم سپردم بیرفتی از برم عزیزی من غصه بخوردم دلی زاری خودم به دستی درد و غم سپردم Rahim Production. Farughi Nemat. خالد و تار صدقه چشمی خمار صدقه خالد و تار صدقه چشمی خمار صدقه ای نازنین ناز نکن روی چمات صدقه خالد و تار صدقه چشمی خمار صدقه بدخشانی من بوسه کنم روی ته شانه کنم روی تو تاری دو تار صدقه چشمی خمار صدقه تاری دو تار صدقه چشمی خمار صدقه ای نازنین ناز نکن روی چمات صدقه تاری دو تار صدقه چشمی خمار صدقه فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمدم فصل بهار آمده با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمده فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمدم فصل بهار آمده با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمده جانانه لب شکر بر سوی ما خنده کرد با خنده شیرینش دل ما را بنده کرد فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمدم فصل بهار آمده با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمده فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسه گیری آمدم فصل بهاران توی لاله خندان توی بر دل بیماری من دارو و درمان توی فصل
فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسگیری آمدم فصل بار آمدم با دلی زار آمدم از لبی میگون یار بوسگیری آمدم Rahim Production.